سلام دوستان، من محمد متانوی هستم. خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو کانال یوتیوب من. دوستان در این ویدیو میخوایم بهترین اتچمنت HS این سیزن رو بگیم. بچه ها مشاهده میکنید دمیجی که این HS با بدون هیچ پرکی میزنه 201 حداقل دمیج بده داخل هد انمی. پرک لانگ برل و لجند رو میذاریم روی شاتگان و 432 تا روی هد انمی دمیج داره. اوکی، بریم پرک بعدی. پرک بازو، پرک لانگ برل رو ور میذاریم و پرک بازو رو میذاریم. با پرک بازو اگه به هد انمی بزنیم 230 تا دمیج میده. دمیج زیادی نیسته، ولی اگه حالا لانگ رنج رو بزنیم، پرک لانگ رنج که باید برای همه گانا از رایفل بگیر تا اسنایپ و شاتگان باید داشته باشی 300 تا دمیج داره. حالا اگه همه این پرک ها روی شاتگان ما وجود داشته باشه چقدر دمیجه؟ 756 تا دمیج داخل هد، 420 تا داخل سینه و داخل پا هم 240 تا 360 تا. حالا میریم روی بات های اکتیویژن تستش کنیم که رنجش که خوبه، لگد هم که نداره اوکیه، هیپ فایرش هم اینه اوکیه. بچه ها فقط برای وان شات کردن انمی باید کل تیرای اچستون به انمی بخوره. اینجوری نیستش که همیشه وان شات کنید و بزنید تو پا هم وان شات کنید. ایمتون باید دقیق باشه، همه تیراتون به انمی بخوره تا وان شات بشه. این رنج هم وان شات میکنه با پرکای لانگ برل لجند و لانگ رنج و بازو لجند. آقا همینجوری که میبینید الان میبینید تیری که کامل تیرهای من بهش نخورد دمیج کرد. این نام واسه نینجا شات پلیرها که بدون این اتچمنت خوبه. بچه ها بریم یه گیم شورت ویدیو از گیم پلی منو ببینید. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه هستید. آخر ویدیو اتچمنت رو براتون میچینم. بزنیم اصلا قرارمون این نبود به هم بزنیم، اما الان علی سائق منم، رفیقام فقط همین کاغذ و قلم. دلم از ابر و بارون به جز اسم تو نشنید، تو مهتاب شبونه فقط چشمام تو رو دید. نشو با من غریبه مثل نامه ممنون که من تا اینجا ویدیو همراهی کردید. اتچمنت تا آخر ویدیو براتون به صورت ویدیو گذاشتم. تا یه ویدیو دیگه، بای بای.